أينما كنا أينما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه ما برنامه رمضانی است. حدیث ما امروز حدیث بخاری که از مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت شده است. مادرمان عایشه میگویند که کان النبی صلی الله علیه و سلم یقبل و یباشر و هو صائم و کان املککم لإربه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که در حال روزه بودند همسرهای خود را بوسه می کردند و لیمس می کردند در حال روزه، اما بر خودشان مسلط بودند. یعنی نه اینکه به بعضی جوانها در ماه رمضان خودشان را داشته نمی توانند، یعنی همخوابی کرده میمانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر خودشان مسلط امیر بودند، به شهوتشان مسلط بودند. بنابر امین کسانی که بوسه می کنند همسرهای خود را در ماه رمضان، این یک فیق دارد که علما میگویند که در حالی که به شهوتش، جوانی که به شهوتش مسلط نیست خودش را داشته نمیتواند، از بوسه کردن و لیمس کردن باز ایستد، زیرا نزدیک است که او روزه‌اش را، یعنی روزه‌اش را شکند و روزه همسرش را نیز برباد کند. و علما میگویند که جوانی که هنوز جوان است، او به شهوتش مسلط نیست، او از بوسه کردن و از ابتدایی این کارها دست بکشد. اما سالمنده که او سین سالش یک جا رفته رسیده است، اگر بوسه کند باکی ندارد و همسر خود را. خصوصا حتی سالمندهایی که مثلا سین سالشون 60 رفتن، اگر وقتی که رسیه می روند رسیه بر می گردن، حتی با آنها نیز میگویند که با همسرهای خود خلوت نشینند، زیرا که اگر چنده که چند وقت ندیدن یکدیگر را، شاید به شهوتشان مسلط نشوند. و این کفاره دارد. خیلی که ما در درس‌های گذشته به شما بیان کردیم، شخصی که در ماه رمضان در روز روشن با همسری خود همخوابگی می کند، کفاره دارد. اول یا که برده رو آزاد کند، نتواند 60 روز در پی روزه بگیرد. اگر قدرت نداشته باشد، صحت سلامتش نبردارد، یعنی تقریبا 90 کیلو برنج یا آرد یا گندم یا نخود یا دیگر چیزهایی که قوت انسان می شود، او را به فقیران دهد، به 60 مسکین طعام بدهد. نصف سا میگویند تقریبا 1.5 کیلو برنج یا گندم یا آرد یا دیگر چیز می شود، یا خرما. نصف سا یعنی 1.5 کیلو همون چیزو که 60 مسکین تقریبا 90 کیلو می شود. بنابراین فیق دارد. همان زنهایی که شوهرایشان در ماه رمضان در روز روشن می آیند خلوت ننشینند. بهتر است که خودشون رو با دیگر کار مشغول شوند. وقتی که خلوت نشستند، وقتی که بوسه کردند جوانها زنهای خود رو، دیگر به شهوتشان مسلح شده نمی توانند، روزهشان می شکند و خفت خواب کرده می مانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم که
بر نفسشون مسلط بودن بوسه میکردن با که نداشت. اما برای ما پیامبر عایشه مادر ما گفتن که و کان املککم لاربی، یعنی او مالک بود به شهوت و دیگر چیش. این بود هدیه رمضانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.